این ماجرا مال تابستون پارساله. من و دوستم واسه یه هفته رفته بودیم جزیره ایبیزا. روز اول تا چکین کردیم، کیف اونو گذاشتیم تو هتل و با ماشینی که اجاره کردیم رفتیم به نزدیکترین سوپرمارکت. تو راه در مورد هتلمون حرف می‌زدیم. توی یک منطقه قدیمی از حومه شهر بود. خیلی کثیف بود و در کل یه وایب عجیبی داشت. دوستم اصلا از هتل راضی نبود، ولی خب گفتیم نباید سخت بگیریم و سفرمون رو خراب کنیم. شبش رفتیم تو کلاب و ساعت 3 صبح برگشتیم به سمت هتل، ولی نتونستیم پیداش کنیم. حسابی مست بودیم و همجوری تو خیابون دور خودمون میگشتیم. دوتایی با هم کلی خندیدیم. رفیقم وایستاد و به حصار بلند باغی اشاره کرد. از اونجا میتونستیم هتل رو ببینیم. درست پشت باغ بود. خلاصه مثل 2 تا احمق سعی میکردیم که از حصارا بریم بالا و دوستم موفق شد، ولی من افتادم و پای راستم داغون شد. کمک کرد که پاشم و وسط بوته ها وایستاده بودیم. یا خدا، نگاه کردم دیدم یه عالمه سنگ قبر اونجاست و ما درست بین 2 تا دیوار وایستاده بودیم و در انتهای دیوارم یک کلیسای کوچیک بود. درش تا ته باز بود و از همون دور میتونستیم ببینیم که توش پر از شمعای روشنه. خواستم از دوستم بپرسم که چرا چراغش روشنه، ولی اون احمق مست خنده کنان رفت به سمت کلیسا و من به خاطر پام نمیتونستم برم دنبالش. حالت تعو گرفته بودم و واسه همین سرمو گرفته بودم پایین و وقتی که دوباره بالا رو نگاه کردم دیدم رفیقم داخل کلیسا وایساده. چند قدم برداشتم و وایسادم چون دیدم دوستم از ترس خشکش زده. چی شده؟ جوابی نداد. ناگهان دستشو به نشانه این که باید سکوت کنم برد بالا. سرشو یکم داده بود جلو، انگار دنبال یه چیزی توی اونجا میگشت. خیلی ترسیده بودم، واسه همین یواش یواش دنده عقبو گرفتم اومدم عقب و بعد یه چیزی شنیدم. صدای پای 4 نفر، شایدم 5 نفر داشتم می اومدم به سمت دوستم مثل فنر از جا پرید و با تمام سرعت از اونجا فرار کرد و داد میزد که بدو. صدای قدمای پا نزدیک و نزدیکتر میشد. کسی که افتاده بود دنبالمون داشت به لاتین یه چیزی رو فریاد میزد. تا رسیدم به حصار دوستم رسید و سعی میکرد که کمکم کنه برم بالا و بالاخره